جناب دکتر عزیز مبارک باشه. ارتودنسیشون تمام شد امروز. یه ارتودنسی ثابت فلزی دو فک داشتم و نتیجه خیلی خوب شد. ممنونم که همراهی کردیم با ما و متشکرم میشم که تجربتون رو بگین از درمانتون. خیلی اولا تشکر میکنم بابت این دوره درمانی، خیلی همه چی عالی و خوب بود. من قبلش بگم که صادقانه میگم، چون من قبلا چند جا دیگه رفتم برای مشاوره ارتودنسی، بعضی گفتم باید یه دندون از وسط رو مثلا بکشم که من اصلا دوست نداشتم این اتفاق بیفته، ولی خب در نهایت خدمت شما رسیدم و پیشنهاد دادی که از عقل‌ها کم کنم. واقعا پیشنهاد خوبی بود، خودم هم دوست داشتم و خیلی بهم گفتن که ممکنه اذیت شی. واقعا در طول حالا این یک سال و نیم دو سالی که بود من یک روزم فشار رو دندونم نداشتم. نمیدونم قطعا دکتر کارشون خوب بوده. ورد جالب خونده. آره دوره درمانم خیلی کوتاه بود به جهت برخورد پرسنل و کادرم که واقعا